افغانیان صاحب یو سرچینې رسنیو ته ویلي چې اوسمهال چې کوم مذاکرات ترسره کیږي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ترکیه کې دومره د اختلاف ټکي نشته د دواړو لورو ترمنځ فکر کوئ چې دا یو چانس دی د دې لپاره چې دواړه هیوادونه د ډیپلوماسۍ تعامل رسمیت پیژندنې تجارت ورورۍ یو نوی فصل ته ننوځي دو اصل در حکومتداری مطرح بحث است که شما بتوانید روابط دیپلماتیک و سیاسی داشته باشین استقلالیت اقتصادی و استقلالیت سیاسی. آیا حاکمان لاهور پنجابستانی ها استقلالیت اقتصادی و سیاسی دارند؟ طبعا که ندارند. وقتی که 78 سال قبل روسیه و انگلستان این قده سرطانی را تحت نام یک کشور ایجاد کرد به هدف تنظیم بالانس سیاسی در کشورهای آسیا و میانه و مرکزی بود. همون شکل که اسرائیل را به خاطر کشورهای عربی ایجاد کرد. به مسابقه یک قلعه جنگی هست، به مسابقه از این است که ناآرامی را او مدیریت بکند. آیا پنجابی که همین لحظه طفلش به دنیا میآید بیش از 1.5 میلیون کلدار قرضدار هست، او میتونه بدون هدایت امریکایی ها و انگلیسی ها پیام داشته باشه؟ فکر نکوي چې اوس برښتیا هم د پاکستان د راپورونو پر بنسټ د اسټابلیشمنت یا په ټوله کې دوی د پاوڅ په کومه اساسي پالیسیو کې چې دی په کې به غټ او لوی تغییر راغلی ځکه امکان دی ولري. ببینید وقتی که حکومت مردمی از حکومت نظامی مستثنا باشه حکومتداری ادامه پیدا نمیکنه. ملت افغانستان با ملت پاکستان مشکل نداشته و نداره، اما امروز MI6 انگلستان ISI پنجابستان و اردویش هست که تقابل ها را مدیریت میکنه. وقتی که در 4 سال گذشته یکی از مباحث های حکومتداری امارت اسلامی افغانستان عدم مداخله در کشورهاست. آیا پنجابی ها چند هفته قبل تحت نام نشست سیاسی افغانستان نداشت؟ افراد مجهول الهویه رو آورده بودن که مردم قریش امور نمیشناخت. روز کابل سقوط کرد طیاره ملکی خود روان نکرد، رهبرزاده رو جا نبرد. حالا چرا برشان نمیگه برادر وطنتون از برین وطنتون شما افغان‌ها هم مشکل خود حل بسازین؟ در گذشته بیش از 21 بار رئیس جمهورها و اعضای ارشد افغانستان اونجا سفر نکرد، گفتن که مشکل افغانستان حل شود، گفت مشکل داخلی خودتان هست. اما در 4 سال گذشته میزبان نشست‌های TTP تحریک طالبان پاکستانی حکومت افغانستان شد که او مشکل خود حل بسازن به عنوان برادری و به عنوان اخوت. این چی نشان میده؟ آیا TTP در پنجابستان 4 سال میشه فعالیت میکنه؟ 2 دهه میشه. چرا به جناب حامد کرزی و جناب اشرف غنی هم پیام نداشتن پنجابستانی ها؟ وقتی کابل سقوط میکنه با کابل میای یه چای مینوشی، از خلای استخباراتی استفاده میکنی و سیاسی. حکومت افغانستان آبها رو مدیریت میکنه شما ناآرام میشین. ما معادن خود استخراج میکنیم شما ناآرام میشین. قشتپه فعال میشه شما ناآرام میشین. روسیه افغانستان به رسمیت میشناسه شما ناآرام میشین. افغانستان ملک پدریتون خونه بوده که براتون میراث مونده باشه. شما بودین که از بدنه انگلستان جدا شده و به ایجاب ماندین، هم کشورهای منطقه را شما تهدید میکنین. اگر هدف تقابل ها باشه ایره مطمئن باشین کشوری به نام پنجابستان در پهلوی ما نخواهد باشه. آزاد پختونخواها، بلوچ ها، سندی ها TTP اقراق حق خود میکنه، افغانستان هم اراضی جدا شده ایش را پس به افغانستان برمیگرده. ایره باید پنجابی ها خوب بفهمن. ما برای از دست دادن چی دارین؟ 4 سال میشه که روز 1000 تابوت پشت دروازه خانه افغان ها مانده نمیشه. احزاب 7 گانه و 8 گانه را کی برای ما ساخت؟ و هدف چی بود؟ نظام ها را چرا مزمحل کرد؟ این پنجابی یادش باشه زمانی که ضیاءالحق در حاکمیت قرار داشت، سردار داود خان شهید سفربری ها را آماده کرد، اردو را آماده کرد که برای اوجه جنگ بکنن و اون اراضی اشغال شده را جدا بکنه. ضیاءالحق خانم خود روان کرد به کابل، چادر خود پیش سردار داود خان گرفت که شما افغان ها غیرت دارین، به خانم ها احترام دارین، به کشور ما حمله نکنین که ما هیچ چیز ندارین. افغان ها وقتی که به چادر زن پنجابی احترام قائل میشه تو چه کاره است؟ به اساس هدایت انگلیسی ها حریم افغانستان رو نقض میکنید.